تا حالا فکر کرده ای با خود که چرا بعضی که استعداد خاصی ندارن اما موفق میشوند، اما خیلی ها با هوش و هوش قوی که دارن و ذکاوتی که دارن آنها عقب میمانند. حقیقتش را اگر بدانی دیدت به زندگی کاملا تغییر میکنه. اکثر مردم فکر میکنند موفقیت از شانس، پول یا استعداد به دست میآید. برای همین سالها صبر میکنند اما هیچ چیز تبدیل نمیشود. اما حقیقت شوکه کننده این است: موفقیت بیشتر از هر چیز نتیجه تصمیم های کوچک روزانه است، نه تصمیم های بزرگ، نه انگیزه لحظه ای، بلکه کارهای کوچکی که هر روز تکرار میکنیم. یک صفحه مطالعه، یاد گرفتن یک مهارت جدید، یک قدم به پیش رو حرکت کردن. امین ها هست که بعد از یک سال زندگی ما را تغییر میدهد. فرق آدم موفق و ناموفق در یک حرکت بزرگ نیست، در عادتهای کوچکی روزانه است ولی دوامدار. اگر امروز فقط یک قدم برداری، از 1000 نفر که هیچ کار نمی کنند تو پیشروتر و جلوتر هستی. اگر می خواهی هر روز یک حقیقت کوتاه یاد بگیری که زندگیت را تغییر بدهد و تحول ایجاد شود، همین حالا لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله را فعال کن و این ویدیو را برای یک دوستت بفرست که می خواهی موفق شود. و یادت باشد شاید فردا دیر باشد، اما قدم کوچکی که امروز و همین لحظه برمیداری میتواند آینده ات را بسازد و زندگیت را تحول ببخشد و در زندگیت یک تحول عمیق و بزرگ و تکرار نشدنی اتفاق بیفتد.